فرودگاه شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان افتخار سیدبکوف یک عضو کمیسیای 44 یک نیاد جمعیتی رو که از حساب نمایندگان جامعه شهروندی برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌های اعتراضگران خوروغ تشکیل شده است و 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرده است. افتخار سیدبکوف روز دوم مارت در پاسگاه بازرسی دولتی اتومبیلی در مرکز خوروغ هنگام پیاده از راه گذشتنش دستگیر شد و اینک 11 روز باز پشت پنجره قرار دارد و قرار است 25 مارت رها شود. این خبر را برای جای آزادی در ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان و همچنین در کمیسیای 44 نیز تصدیق کردند. خوجمیل پیرنظرов سخنگوی کمیسیای 44 روز 21 مارت برای جای آزادی گفت پیوندان سیدبکوف تا این دم دو بار با او در بازداشتگاه صحبت کردند. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان به ذکر نام برای آزادی گفته است که افتخار سیدبکوف به باشی گناهکار شد و از کرده خود پشیمان شده است. در نواری که تلویزیون دولتی بدخشان در نیمه اول ماه مارت نشان داد، سیدبکوف رفتار دغلانه خود را با ناظران روی محلی تیرچید خوروغ اعتراف کرده از جوانان خواسته بود با نماینده های مقامات انتظامی بدرفتاری نکنند، ولی معلوم نیست که این نوار در چه شرایطی ثبت شده است. در گذشته شکایت ها از استفاده شکنجه برای به دست آوردن اعتراف دستگیر شده ها صدا داده است. حقوقشناس فراموز ارگاشوف یکی از رهبران کمیسیای 44 قبلا به بازداشت افتخار سیدبکوف اعتراض کرده گفته بود که او را هنگام پیاده از راه گذشتن دستگیر کردند. تفصیلات دیگر این حادثه تا حال نشر نشده است، ولی معلوم نیست که آیا بین این ساکن جوان خوروغ و کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در دیدبانگاه چه گذشت. مقامات ادعا دارند که سیدبکوف گویا کارمندان میلیسا را در زمینه محلگرایی و بدبینی تحقیر کرده است. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان از پایان ماه نوامبر به این طرف اینک قریب 4 ماه باز ناآرام باقی میماند. اعضای کمیسیای 44 از آن شکایت دارند که مقامات به ضد ساکنان برای لطوکوب کارمندان مقامات در روزهای اعتراضها و حتی برای درخباری چندین پرونده کشادند، ولی در رابطه با مرگ ساکن نویه روشقلعه گلبدین زیوبکوف که سبب اعتراضها در خوروغ شد تا امروز یگان گمانبر شونده را معاین و دستگیر نکردند. زیوبکوف روز 25 نوامبر همگی چند ساعت بعد بازداشتش به طور مرموز کشته شد. نزدیکانش در مرگ او کارمندان مقامات قدرتی را گناهکار می‌شمارند. در جریان اعتراضهای ماه نوامبر در خوروغ باز 2 نفر دیگر ساکن روشقلعه توتشو امیرشایف و ساکن خوروغ گلنظر مرودبکوف کشته و دست کم 15 کس دیگر زخمی شدند.